بر اساس شمارش 99 از 85% آوازها در دوره دوم انتخابات پرزیدنتی ترکیه، پرزیدنت کنونی این کشور رجب طیب اردوغان 52 از 16% و رقیب او کمال کلیچداروغلو 47 از 84% به دست آورده است. به این ترتیب اردوغان در انتخابات برنده شده برای باز یک دوره 5 ساله کرسی پرزیدنتی ترکیه را پیش خود نگاه می دارد. اردوغان علاقه از پیروزی خود اعلان کرد و گفت مردم ترکیه باز برای 5 سال آینده مسئولیت رهبری کشور را به او سپردند. او از شادی امرای طرفدارانش در میدان سرود هم خواند. برخی سران کشورها از جمله امیر قطر تمیم التنی، پرزیدنت مجارستان یا ونگریا ویکتور اوربان و رئیس پارلمان خود ترکیه مصطفی شنتوپ علاکای اردوغان را با پیروزی تبریک کردند. صبح 29 مای اردوغان را با پیروزی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز تبریک کرد. شماره عمومی انتخاب کنندگان در ترکیه بیش از 60 میلیون نفر بوده در آوازدهی 85% آنها اشتراک کردند. برای آوازدهی در دوره دوم که ساعت 17 به پایان رسید در سراسر ترکیه و بیرون از آن بیش از 191,000 صندوق آوازدهی گذاشته بودند. بنا به حسابها به طرفداری اردوغان تقریبا 27 از 5 میلیون نفر آواز دادند و کلیچداروغلو چیزی بیشتر از 25 میلیون یعنی نسبت به اردوغان قریب 2.5 میلیون آواز کمتر گرفته است. دوره اول انتخاباتی روز 14 مای دایر شد ولی هیچ کدام از نامزدا بیش از 50% آواز گرفتن نتوانست. اردوغان در دوره یکم 49 از 5% و کلیچداروغلو نزدیک 45% آواز به دست آوردند. رجب طیب اردوغان که برای 5 سال دیگر کرسی پرزیدنتی ترکیه را پیش خود نگاه داشت 69 سال داشته، از سال 2003 اینک 20 سال باز بر ترکیه رهبری میکند. تا سال 2014 به حیث سروزیر و سال 2014 به این طرف همچون پرزیدنت. مناسبت به شخصیت اردوغان مثل ترکیه در جامعه تاجیکستان نیز یکسان نیست. طرفدارانش از او به حیث یک رهبر پرنفوذ و قوی عالم اسلام توصیف میکنند و پایبندش به ارزش‌های مذهبی اسلام ارج میگذارند. منتقدانش برعکس اردوغان را برای در دستان خود منسجم کردن قدرت و تبدیل یافتنش به یک حاکم خودکامه به باده انتقاد میکشند.